هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده محترم، این قصه را گوش کن. قصه برای شخصی است که غم و دقت دارد، مشکلی دارد، قرضدار است و نمیداند چطور از این مشکلی ها رهایی یابد. روز رسول الله صلی الله علیه و سلم به مسجد در آمد. ابو امامه رضی الله عنه را دید که در مسجد نشسته است. رسول خدا فرمود: ای ابو امامه، حالا وقت نماز نیست، چرا اینجا نشسته ای؟ ابو امامه رضی الله عنه گفت: یا رسول الله، غم و دقت، مشکلی ها و قرض ها من را مجبور کرده است در مسجد نشستم. یعنی بهترین خلق خدا، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم غم و دقت داشتند، قرض داشتند، مشکلی داشتند. خب راه حل چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ای ابو امامه، آیا میخواهی برایت کلماتی را یاد بدهم که اگر با آن کلمات دعا کنی غم و دقت و قرضت دور شود؟ ابو امامه رضی الله عنه گفت: بله میخواهم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: سحر و بیگاه دعا کن: اللهم اینی اعوذ بک من الهم والحزن و اعوذ بک من العجز والكسل و اعوذ بک من الجبن والبخل و اعوذ بک من غلبة الدین و قهر الرجال. ابو امامه رضی الله عنه میگوید: به خدا قسم، این دعا را سحر گفتم، بیگاه نشده غم و دقت و قرض از سرم برداشته شد. پس شنونده محترم، اگر این نوار را تا آخر گوش کردی، به رفیقانت بفرست تا که در این ثواب شریک شوی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.